زمان گذشته، فصل امتحانات. این وضع داشت کلافم میکرد. چند تا جزوه اینجا و چند تا کتابخونه خودمون. امتحانای آخر ترم به اندازه کافی برام استرس و کلافگی داشت و این وضع آشفته ترم میکرد. نمیتونستم توی اتاق خواب درس بخونم. جزوه ها و برگه های چکنویس و میون فضای خالی پذیرایی رو زمین ول کرده بودم و خودم بینشون نشسته بودم. کلافه جزوه هامو زیر و رو می کردم. کتاب مرجع رو توی خونه جا گذاشته بودم و حالا نمیتونستم مدادم رو پیدا کنم. دنبال چی می گردی؟ با صدای روزبه از جا پریدم. اصلا متوجه حضورش نشده بودم. تیشرت سبز و شلوار راحتی سفیدی به تن داشت. اوایل کمی به نظرم خنده‌دار می رسید که اون رو توی لباسی به جز کت و شلوار ببینم، ولی حالا دیگه عادت کرده بودم. رنگای روشن چهرش رو بازتر نشون میداد. هیچی، نمیتونم مدادم رو پیدا کنم. بی صدا خندید. جلو اومد و روی زمین کنارم نشست. برام تعجب آور بود. در مواقع عادی اون خیلی به من نزدیک نمیشد. تو همیشه اینطوری درس میخونی؟ میدونستم خیلی نامرتب و آشفته درس میخونم. همیشه همه جزوه ها و کتابامو دورم میچیدم و درس میخوندم. بعد زمانی میرسید که از آشفتگی اطرافم خسته و گیج میشدم. چند دقیقه‌ای برای مرتب کردن اطرافم وقت میذاشتم و دوباره وقتی شروع میکردم به درس خوندن همه چیز به همون وضع آشفته قبلش در میومد. تقریبا دستشو که به سمت صورتم دراز کرد با اخم کمی خودم رو عقب کشیدم. امشب کارای عجیب غریب میکرد. دوباره همون پوزخند روی لباش نشست. همونی که ازش متنفر بودم. تازه شام خوردم. گرسنه نیستم. نمیخوام بخورمت. کلامش ناراحتم کرد. دستش رو دراز کرد و پشت سرم برد. با رها شدن موهام روی شونه هام دستش رو جلو آورد. مدادم توی دستش بود. با خنده گفت یادم باشه برات یه گیره بخرم. آخه کی موهاشو با مداد شم میکنه؟ خندم گرفته بود. حق داشت. وقتی درس میخوندم خیلی با گیره روی سر و موهام بازی میکردم. به خاطر داشتم که ساعتی پیش به خاطر باز و بسته کردنای عصبی موهام گیرم و شکسته بودم، اما نمیتونستم درست به خاطر بیارم که از مدادم برای بستن موهام استفاده کرده باشم. مداد رو گرفتم. دستش دوباره به سمتم اومد. امیدوار بودم چیز دیگه ای رو لای موهام جا نذاشته باشم. قسمتی از موهامو توی دستش گرفت و دور انگشتش پیچید. نگام از روی دستش به سمت چشماش رفت. خیره شده بود به موهام. چند دقیقه به بازی با موهام ادامه داد. چشام داشت سنگین میشد. از این عادت مسخره بیزار بودم، ولی توانیم برای کنترلش نداشتم. وقتی کسی با موهام بازی میکرد اونقدر آرامش پیدا میکردم که خوابم میگرفت. ترنم و مامان بیتا خوب این موضوع رو میدونستن. نمیتونستم نگامو از چشاش بردارم و نه اینکه خودمو کمی عقب بکشم. این حرکتش خوشگم کرده بود. وقتی کنار عمو جان بودیم دستمو میگرفت. گاهی بازومو نوازش میکرد و بعضی وقتا هم دستشو دور کمرم حلقه میکرد. ولی هیچ وقت زمانی که با هم تنها بودیم اینقدر به من نزدیک نمیشد و تا به حال پیش نیومده بود که به من دست بزنه. موهات خوش رنگه. این یه تعریف بود. موهام کمی پایین تر از سرشونه هام بود و رنگ قهوه‌ای تیره‌ای داشت که به مشکی نزدیک تر بود. چیزی تعریف کردنی توی موهام نبود به جز پرپشتیش. از موهای رنگ کرده خوشم نمیاد. موهامو رها کرد و به جزوه های روی زمین خیره شد.
چی میخونی؟ کمک نمیخوای؟ چند لحظه طول کشید تا به خودم اومدم. من به این همه نزدیکی اون عادت نداشتم. دوستای گلم سلام. به کانال داستان‌های نازان خوش اومدید. اگه از داستان خوشتون اومده خوشحال میشم با لایک، کامنت و سابسکرایب کردن کانال به بیشتر دیده شدنش کمک کنید. حالا بریم ادامه داستان کابوس عشق رو بشنویم. کمک که میخوام ولی فکر نکنم کاری بتونی انجام بدی. تو دانشگاه چی خوندی؟ من هیچی در موردش نمیدونستم. حتی مطمئن نبودم دانشگاه رفته یا نه. با اون چیزایی که عمو جان اون شب در مورد روزبه گفته بود، حق داشتم به هر چیزی در مورد اون با تردید نگاه کنم. مدیریت بازرگانی و مدیریت صنایع خوندم. حدس میزدم چیزی ندونی. یکی از دوستام چند سال پیش تو دانشگاه امیرکبیر برای ارشد پلیمر میخوند. بهش زنگ میزنم، شاید بتونه کمکت کنه. ذوق زده شدم. واقعا به وجود چنین کسی نیاز داشتم. درسم خیلی خوب بود ولی برای درک بعضی چیزا خصوصا در ارتباط با درس استاد وکیلی مشکل اساسی داشتم. موبایلشو در آورد و شماره کسی رو گرفت. علیرضا؟ آره اینجاست. لحظه ای زل زد به چشام و بعد دوباره نگاش روی برگه های مقابلم ثابت موند. ترمه تو درس‌های دانشگاهش دچار مشکل شده. فردا میتونی یه سر بیای اینجا؟ البته که هستم. ساعت 7 به بعد. نه باشه برای یه وقت دیگه. باشه فعلا. گوشی رو زمین گذاشت و گفت فردا ساعت 7 میاد. هر مشکلی داشته باشی کمکت میکنه. از جا بلند شد و رفت. سخت مشغول درس خوندن بودم. کلافه زیر برگه ها به دنبال مدادم میگشتم. دستم و لای موهام بردم. حدسم درست بود. دوباره با بی‌حواسی از مداد برای جمع کردن موها استفاده کرده بودم. مدادو که بیرون کشیدم صدای خنده روزبه توی گوشم پیچید. رو کاناپه نشسته بود و پاهاش روی زمین بود. سیبی تو دستاش بود و میخندید. نمیخواستم حواستو پرت کنم. درستو بخون. راستش درس خوندن هیچ کس انقدر دیدنی نیست. چرا؟ داشت مسخرم میکرد. نگاهی به سیبش انداخت و کمی اون رو توی دست چرخوند. گاهی کلافه و عصبی میشی. این یعنی اون بخش رو نمیفهمی و وقتی متوجه میشی که موضوع چیه همچین لبخند میزنی و خوشحال میشی که انگار یه قانون جدید رو کشف کردی. بعدم اینکه خیلی شلخته درس میخونی. با خنده از جا بلند شد و ادامه داد. تمومش کن. ساعت از 2 گذشته. برو بخواب. رفت. باورم نمیشد که ساعت 2 بعد از نیمه شبه. خسته بودم ولی باید این فصل رو تموم میکردم. این که روی تختم بودم و بوی عطر روزبه تمام اتاق رو پر کرده بود اول عجیب بود و بعد یادآور شب گذشته. میخواستم فقط چند دقیقه چشامو رو هم بذارم تا شاید از سوزشش کم شه. به مبل پشت سرم تکیه داده بودم و خوابم برده بود. فرصتی برای سر زدن به ترنم و خونه نداشتم. تمام روز رو توی اتاق پذیرایی میون جزوه ها و برگه هام گذرانده بودم. به ترنم سفارش کرده بودم اگه از خونه بیرون اومد حتما کتابو برام بیاره. فرصتی برای از دست دادن نداشتم. 3 روز دیگه امتحان داشتم. تو قرار درس بخونی یا خودکشی کنی؟ با گیجی نگاش کردم. بالا سرم وایساده بود و داشت گره کراواتش رو شل میکرد. چند لحظه طول کشید تا متوجه شدم در مورد چی حرف میزنه. آهان 2-3 روز دیگه امتحان دارم. جلو اومد. خیلی آروم و نرم بازومو گرفت و بلندم کرد.
بلند شدم. منو با خودش میکشید. نمیفهمیدم چی کار میکنه، فقط دنبالش میرفتم. هنوز ذهنم درگیر مسئله‌ای بود که درک نمیکردم. وارد اتاق خوابم شدیم. مقابلم وایستاد. هر دو بازومو گرفت و به چشام زل زد. ترمه تمومش کن. باشه، چی رو تموم کنم؟ نفسشو با صدا بیرون داد و گفت برو دوش بگیر، یه چیزی آماده میکنم بخوریم و بعد 1 ساعت استراحت میکنی و منتظر علیرضا میشی. علیرضا؟ علیرضا کیه؟ ترمه به خودت بیا، نذار یه کاری کنم که بعد پشیمون شم. من که حالم خوب بود، فقط نمیتونستم رابطه این دو مسئله رو با هم درک کنم و هنوز فکرم درگیر اون بود. قدمی به عقب برداشتم، به یقه لباسش خیره شدم. کمی کج و نامرتب به نظر می رسید. وقتی چونمو گرفت به خودم اومدم. خیلی نزدیک بود. ناراحتم می کرد. قدم دیگه‌ای به عقب برداشتم و به سمت حموم رفتم. با حوله بیرون دویدم و وارد پذیرایی شدم. رو زمین نشستم و مشغول نوشتن شدم. درست بود. حلش کرده بودم. فهمیده بودم. باید مطمئن می شدم. می تونستم از علیرضا دوست روزبه بپرسم. ولی حسم می گفت درست حلش کردم. با حلقه شدن دستی دور کمرم جیغ خفه‌ای کشیدم. رو هوا بلند شدم. در گوشم گفت وقتی میگم خودتو خسته نکن یعنی اینطوری توی خونه بگرد؟ آره؟ برخورد نفساش به گوشم باعث شد با صدا بخندم. میخواستم به خاطر کارش عصبانی باشم ولی نمیتونستم. نکن روزبه، تو رو خدا نکن. باز در گوشم گفت چی کار نکنم؟ نمیتونستم نخندم. سعی کردم دستم و میون گوشم و دهنش حایل کنم ولی اجازه نداد. وقتی پاهام به زمین رسید صاف وایسادم. هنوز دستاشو محکم به دورم حلقه کرده بود و نمیتونستم ازش فاصله بگیرم. صدای ضربان قلبمو میشنیدم و فقط امیدوار بودم اون چیزی نشنوه. حرارت تنشو حس میکردم. کاش رهام میکرد. ولم کن. اگه بهم گوش نکنی ولت نمیکنم. باشه، من الان میخوام برم لباس بپوشم و بعد یه چیزی بخورم و منتظر علیرضا باشم. ببین من دارم گوش میکنم، تو هم ولم کن. حلقه دستشو تنگتر کرد. داغی و حرارت لباشو روی گردنم احساس کردم. نمیتونستم درست نفس بکشم. تقلا که میکردم محکمتر فشارم میداد. روزبه تمومش کن، بسه. خیلی ناگهانی ولم کرد. وقتی برگشتم تا نگاش کنم پشتشو به من کرده بود و به سمت آشپزخونه میرفت. باید بر خودت چایی بریزی. من بر کسی که بهم لازانیا نده چایی نمیریزم. به حوله کوتاه و پاهام خیره شدم و با عجله به اتاق دویدم. وقتی به یاد می آوردم حرارت لباش روی گردنم چه حس عجیبی داشت، تمام بدنم می لرزید. قرار نبود به چیزی فکر کنم. قرار نبود به فانتزیایی که تو ذهنم شکل می گرفت بهایی بدم. من فقط باید به امتحانم فکر می کردم. سریع لباس پوشیدم. پلیور سبز و شلوار جین مشکی. باید برای اومدن علیرضا لباس مناسب می پوشیدم. موهای خیسم و بالا سرم جمع کردم و بیرون رفتم. داخل آشپزخونه روزبه پشت میز کوچیک 4 نفره نشسته بود و چای و کیک میخورد. کیک شکلاتی روی میز خیلی هوس‌انگیز به نظر می رسید. از اینکه برام چایی نریخته بود تعجب نکردم ولی کمی احساس ناراحتی می کردم. باورم نمی شد از اینکه بهش لازانیا نداده بودم اونقدر دلخور شده باشه که حتی حاضر نشده برام یه لیوان چای ناقابل بریزه. با لیوان بزرگ چای مقابلش نشستم. این اولین باری بود که با هم پشت این میز می شستیم.
1 ماه از ازدواجمون گذشته بود. کمی خنده‌دار به نظر می رسید. لبخند روی لبام نشست. به چی می خندی؟ شونه بالا انداختم و با چنگال تکه بزرگی از کیک و داخل بشقابم گذاشتم. چیز مهمی نیست. این علیرضا کیه؟ به چشاش نگاه می کردم، ولی اون از وقتی مقابلش نشسته بودم حتی 1 بارم نگاش از موبایلش نگرفته بود. با بی‌قیدی گفت دوستم. آهان، من آخه فکر کردم دشمنته. تو موبایل چی اینقدر جالبه که یه لحظه ولش نمی کنی؟ با همین اولین جمله‌ام سرشو بالا آورد و خیره شد به صورتم. با مکسی طولانی گوشه لبش با آرومی بالا رفت. دلت میخواد به تو نگاه کنم؟ چنان از حرفش را خوردم که چنگال توی دستم میون بشقاب و دهنم متوقف شد. نگاش کردم. خیلی جدی این حرفو زده بود. اولین چیزی که به ذهنم رسید و به زبون آوردم: من نیازی به توجه ندارم. چقدر حس بدی داشتم. بازم احساس تهوع به سراغم اومده بود. از چیزی که گفته بودم پشیمون شدم. چنگال رو درون بشقاب رها کردم و بلند شدم. کجا میری؟ جوابشو ندادم. میخواستم کمی استراحت کنم. نمیخواستم به این فکر کنم که روزبه چی گفته. تا به حال با این بخش از وجود اون برخوردی نداشته بودم. دوست نداشتم با این بخش از اون مواجه بشم. تا اومدن علیرضا روی تخت دراز کشیده بودم. نیاز به آرامش داشتم. هیچ چیز به اندازه موسیقی نمیتونست آرومم کنه. با چشای بسته ویوالدی گوش میدادم. چقدر طول کشید نمیدونم، ولی با جدا شدن هندزفری از گوشم چشم باز کردم. روزبه کنارم روی تخت نشسته بود. اصلاً متوجه حضورش نشده بودم. علیرضا اومده. نگاهی به ساعت دیواری انداختم. دقیقاً 7 بود. قبل از اینکه صاف بشینم متوجهش شدم. هندزفریو تو گوشش گذاشت و چند لحظه با دقت گوش داد. علیرضا مرد جوان خنده‌رویی بود. چشای درشت و قهوه‌ای رنگش اولین چیزی بود که در مورد اون توجهمو جلب کرد. خوش لباس بود و بوی خوبی میداد. خیلی گرم و صمیمی با روزبه برخورد داشت و میتونستم احترامی که توی صدا و حرکاتش نسبت به من وجود داشت رو احساس کنم. با دیدن برگه ها و جزوه های رها شدم رو زمین چند دقیقه خندید. اول کمی ناراحت شدم. از اینکه مورد تمسخر کسی قرار بگیرم خوشم نمی اومد. بعد از چند دقیقه توضیح داد که چند سال قبل خودشم اینطوری درس میخونده. چیز جالبی که از میون صحبتاش هنگام رفع اشکالام متوجهش شدم این بود که استاد دانشگاه آزاده. با حوصله و دقیق چند ساعت بیوقفه تک تک اشکالاتم رو توضیح داد. توضیحاتش برام لذت بخش بود. با اشتیاق نگاش میکردم. کاش اون به جای استاد وکیلی این درس رو ارائه میداد. علیرضا مشغول نوشتن فرمولی روی کاغذ بود. سرمو بالا گرفتم. روزبه رو مبل نشسته بود و با اخم نگاه میکرد. با دیدن نگاهم به آرومی نگاهشو از من گرفت و بلند شد و از پذیرایی بیرون رفت. با شگفتی نگاهش میکردم. برا موندن به علیرضا تعارف کردم. نمون. روزبه قدمی عقب‌تر وایساده بود و فقط نگاه میکرد. خداحافظی کردم. روزبه اونو تا دم در آسانسور همراهی کرد. نمیدونم علیرضا آروم چه چیزی در گوش روزبه گفت که باعث خنده صدادارش شد. روزبه سفارش شام داد. چندان میلی نداشتم. با اخم روزبه پشت میز مقابلش نشستم و چند قاشق قرمه سبزی خوردم. خسته تر از اون بودم که بتونم بازم به خوندن ادامه بدم. رو تخت که دراز کشیدم به 10 ثانیه نکشید که خوابم برد. صبح که بیدار شدم بوی روزبه تمام اتاقو پر کرده بود. از شب سوم خیلی دوستانه به توافق رسیده بودیم که در اتاقو قفل نکنم. کمد لباسای روزبه
کنار کمد لباسای من توی اتاق خواب بود. قرار بود بدون سر و صدا هر وقت نیاز به لباس داشت با اطلاع من وارد اتاق شه. میدونستم صبح خیلی زود سر کار میره و برای برداشتن لباس بیدارم نمیکنه. شبا با بلوز و شلوار میخوابیدم که نه اون معذب باشه و نه من. هیچ صبحی اینطور بوی عطرش توی بینیم نبود. با تموم شدن امتحانا حس بهتری داشتم. استرس و ناراحتی کمتری رو تجربه می کردم و البته بعد از کمک بزرگی که روزبه بر معرفی علیرضا و حل مشکلات درسیم کرده بود باهاش راحت تر بودم. هر دو با هم کنار اومده بودیم. زندگی خصوصی خودمون رو داشتیم و برای دیگری ناراحتی ایجاد نمی کردیم. نه رفت و آمدای من برای اون مهم بود و نه دیر و زود اومدن و کارای اون برای من. برام جالب بود وقتی کنار عموجان بودیم کمتر پیش می اومد که تنهام بذاره، مگر مواردی که موضوع مهم کاری براش پیش می اومد. کنار عموجان می شست و منم خودمو به کتابخونه می رسوندم. در غیر این صورت کنارم می شست و دستمو توی دستش می گرفت. اوایل از اینکه دستمو می گرفت عصبانی می شدم. بعد از مدتی حرارت دستش ناراحتم می کرد و توی این چند هفته دیگه بهش عادت کرده بودم. گاهی نوازشای انگشتاش روی پوست دستم حس خوبی داشت. وقتی توی جمعی بودیم که عموجان حضور داشت کنارم بود ولی نه نگاه می کرد و نه حرفی می زد و دستمم نمی گرفت. وقتی عموجان نبود حتی کنارم هم نمی اومد. این رفتارای چنگانش ناراحتم می کرد. درست بود که به خاطر عموجان با هم ازدواج کرده بودیم ولی اونقدرام بد نبودم که بخواد از من فرار کنه. باید حرف می زدیم. هر چقدرم که هیچ کدوممون راضی به این ازدواج نبودیم دلیلی بر اون نمی شد که نادیدم بگیره، مرتب با ترنم گرم بگیره و صحبت کنه یا کسی به اسم ساره رو توی زندگیش داشته باشه. اون یه مرد متأهل بود، چه با رضایت و چه بدون اون. تازه کلاسای ترم جدیدم شروع شده بود. خونه عموجان بودی. توی این 2-3 ماه احساس نزدیکی بیشتری با روزبه و حتی عموجان داشتم. اگرچه هنوز اون ترس و حس بد نسبت به این 2 نفر توی وجودم به اندازه سر سوزنی کم نشده بود، اما از زمانی که عموجان از شیطنت‌های روزبه که در دوران نوجوانی و جوانیش کرده بود تعریف کرده بود کنجکاو شده بودم. روزبه هیچ شباهتی با چیزایی که عموجان برام تعریف میکرد نداشت. فرار از مدرسه، برداشتن ماشین عمو کاوه بدون اجازه، رفتن به مهمونیای اونچنانی، تجربه چیزای عجیب و غریب، این چیزا برام سوال ایجاد میکرد. چطور اون پسر شیطون و بی ملاحظه چند سال قبل تبدیل به مردی جا افتاده و آروم و خونسرد شده بود؟ مثل یه اسب سرکش بود و به حرف هیچ کس گوش نمیداد. میدونستم چطور باید رامش کنم. با فریبا و کاوه حرف زدم و دست به کار شدم. عموجان داشت تعریف میکرد که چطور روزبه انقدر عوض شده. ادامه داد: میدونستم نقطه ضعفش چیه. برای اینکه یه نفر رو مجبور کنی روی حرفت نیاره باید از نقطه ضعفش استفاده کنی. لحظه این فکر به ذهنم رسید که آیا عموجان میدونست من چقدر از پدر بزرگم میترسیدم؟ چقدر از اون میترسم؟ گفتم دارم میرم اروپا چند ماهی بگردم، نمیخوام تنها باشم، میخوام رنا رو با خودم ببرم. تا این حرفو زدم روزبه مثل فنر از جاش پرید. آرزوش رفتن به خارج از کشور بود و کاوه به هیچ عنوان اجازه این کارو بهش نداده بود. گفت منو به جای رنا ببر. کلی براش ناز کردم. به اینجای کلامش که رسید خندید.
به روزبه نگاه کردم. اونم میخندید. عموجان ادامه داد: قبول کردم و برای 3 ماه کل اروپا رو گشتیم. وقتی رسیدیم ایران چیزی از روزبه 3 ماه قبل باقی نمونده بود. کاوه باور نمی کرد. البته حق داشت، روزبه عوض شده بود. تجربیاتی که با هم داشتیم فوق‌العاده بود. چی کار کردی؟ نگاش روی صورت روزبه ثابت موند. روز اول که رسیدیم نروژ، هرچی پول و مدارک داشتیم و به دست یه باربر آشنا دادم و اون هیچ وقت پیداش نشد. این یه برنامه بود. حتی یه سکه هم برای یه تلفن نداشتیم. با هم کار کردیم و پول درآوردیم و زحمت کشیدیم. یه روز وقتی مطمئن شدم اونقدر بزرگ شده که ظرفیت شنیدن هر چیزی رو داره، بهش گفتم اینا همه برنامه بوده. میدونی چی کار کرد؟ زل زد به چشام و گفت خوبه. روزبه گفت اون 3 ماه هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. سخت و فوق‌العاده بود. عصبانی نشدی؟ اولش که شنیدم خشکم زد. باورم نمیشد. داشتم عصبانی میشدم، ولی وقتی یادم اومد چه چیزای گرانبهایی رو پیدا کردم، وقتی یادم اومد بعد از یه روز خسته کننده و طولانی چقدر خوردن یه فنجون بدمزه و افتضاح برام دلچسب بود، کاری که آقا جون کرده بود و درک کردم. میتونم طعم قهوه‌ای اون شبا رو حس کنم. اونا فوق‌العاده بودن. از اینکه اون سفر 3 ماهه تا این اندازه که عموجان تعریف کرده بود باعث تغییر تحول در ظاهر و وجود روزبه شده بود خوشحال بودم. حداقل حالا مجبور به ازدواج با مردی نمی شدم که ظاهری غیر قابل تحمل و باطنی پر از سرکشی و افسار گسیختگی داره. به چهرش خیره شدم. ظاهری متین و موجه داشت. خوش لباس بود و جذاب. بارها متوجه نگاه دخترها بهش شده بودم. راحتی و صمیمیت خاصی توی رفتارش نسبت به همه وجود داشت. همه؟ نه. این راحتی و صمیمیت میون ما نبود. همیشه یه چیزی انگار مانع میشد که در مقابل من خودش باشه. با همه چیزی برا گفتن داشت، اما به من که میرسید فقط سکوت میکرد. اگه با ترنم ازدواج کرده بود یه شوهر خواهر فوق‌العاده داشتم که شاید به صمیمیت دیگران باهام برخورد داشت. وقتی به خودم اومدم روزبه خیره نگام میکرد. انگار قلبم توی گوشام جا خوش کرده بود که اونطوری صداش نزدیک شنیده میشد. سرمو پایین انداختم. عموجان گفت شما نمیخواید بچه دار بشید؟ این حرف مثل سطلی پر از آب یخ رو سرم خراب شد. بچه؟ چنان با دهنه باز نگاش میکردم که اگه فشار دست روزبه به دستم نبود نمیدونستم تا چند وقت توی همون حال باقی میموندم. نفسم گرفت. احساس تهوع میکردم. بچه؟ داشت در مورد چی حرف میزد؟ با عذرخواهی کوچیکی سالن رو ترک کردم. به دیوار بیرون سالن تکیه دادم و چشامو بستم. برای این خواست جدید چه بازی میخواستن به راه بندازن؟ اگه عمو کاوه میشنید حتما میخواست به دروغ بگم حاملم و بالش زیر لباسم بذارم و جلوی عموجان رژه برم. ترمه؟ روزبه بود. لباسش رو توی دست گرفتم و گفتم بگو تمومش کنه، خواهش میکنم. داره همه چیزو خراب میکنه. این بارم قراره یه بازی جدید را بندازه. من نمیفهمم چرا اجازه میدی با زندگیت این کارو بکنه. من نمیتونم بهش بگم نه. تو که میتونی. تو میتونی بهش بگی منو نمیخوای و تموم.
بازوهامو توی دستش گرفت و کمی تکونم داد. آروم باش، قرار نیست تا گفت بچه ما یه بچه بذاریم تو بغلش. با اون لحنی که جمله آخرشو گفت به خنده افتادم. دستامو رها کرد. داشت صورتمو با پشت انگشتاش نوازش میکرد. جای انگشتاش روی صورتم میسوخت. نگاش چنان سنگین بود که داشتم زیر اون نگاه ذوب میشدم. صورتمو میون دستاش گرفت. نگاش روی لبام ثابت مونده بود. صاف وایسادم و قبل از اینکه فرصتی برای حرکت داشته باشم گفت نرو. محکم و سرد گفت نرو و بعد لباش روی لبام نشست. عصبانی بودم، نه از روزبه نه از کاری که میکرد، از خودم عصبانی بودم. چرا این بوسه تا این اندازه برام لذت بخش بود؟ چرا دلم نمیخواست ازش فاصله بگیرم؟ چرا دستامو دور گردنش حلقه کرده بودم؟ ترنم به یادم اومد و عشقی که به روزبه داشت. آرش رو به خاطر آوردم. عمو جان رو، ازدواجی که قرار بود یه بازی باشه اما نبود. به یاد آوردن همه چیز نمیتونست لذت اون رو حتی ذره‌ای کم کنه. من زنش بودم، زن شرعی و قانونی مردی که داشت منو میبوسید. با صدای عمو جان هر دو قدمی از هم فاصله گرفتیم. این بوسه چقدر طول کشید نمیدونم، ولی لذت بخش بود. گفتم بچه، ولی نگفتم همین الان. سرخ شدم، خجالت کشیدم، اما نگامو از نگاه روزبه جدا نکردم. اونم خیره نگام میکرد. وقتی گوشه لبش به نرمی بالا رفت، وقتی اون پوزخند روی لبش نشست، چیزی در درونم شکست. باورم نمیشد اون با همین کارو میکرد. این یه بازی بود. در مورد بچه خبرتون میکنم آقا جون. خوبه، شب بخیر. با گوشه چشم دیدمش که به سمت اتاق خوابش میره، اما حتی یه لحظه‌ام نگامو از اون پوزخند نفرت انگیز بر نداشتم. من مثل بقیه نبودم. من دلم میخواست گریه کنم. همین که عروسک دست عمو جان بودم برام کفایت میکرد. نمیخواستم بازیچه‌ای برای روزبه باشم. من دیگه تحملی برای عروسک بودن نداشتم. تیمور گوشه‌ای وایساده بود. پالتومو بیار تیمور. این اولین بار بود که اون رو بدون پیشوند آقا مورد خطاب قرار میدادم. حق داشت متعجب شه. لباس پوشیدم و بیرون رفتم. برف میبارید. تا خونه نه اون چیزی گفت و نه من. تموم مدت در سکوت آزاردهنده داخل ماشین به بیرون نگاه میکردم. کاش چیزی میگفت، کاش حرفی میزد، اما سکوت کرده بود. تا چند ساعت بعد از ورود به اتاق خواب منتظر شدم تا چند ضربه آهسته به در بزنه و وارد شه. به سمت کمد لباساش بره و من شاید سرش داد بزنم، دعوا کنم و بگم هیچ وقت حق نداری این کارو تکرار کنی. کاری که باید زودتر وقتی تو ماشین یا حتی وقتی تو آسانسور بودیم انجام میدادم. اما هیچی نگفته بودم و حالا منتظر اومدنش بودم و اون شب بر برداشتن لباس راحتی به اتاقم نیومد. دلم گرفته بود. صورتم خیس از اشک بود که خوابم برد. یه موضوع عجیب در مورد بعضی صبحا وجود داشت. گاهی که بیدار می شدم همه چیز بوی روزبه می داد. اتاق، ملافه ها، حتی لباس خوابم. خیلی عجیب بود که اون اتاق خودش رو رها کرده و برای زدن عطر به اتاق خواب من بیاد. اما اون روز صبح وقتی از اتاق بیرون رفتم، روزبه تازه داشت گره کراواتش رو مقابل آینه می بست. با سلام و صبح بخیر کوتاهی وارد آشپزخونه شدم. قهوه دم کرده بود. صبح ترجیح می دادم چای تازه دم بخورم. دکمه چایساز و فشار می دادم که متوجهش شدم. از داخل کیف دستیش شیشه عطر سیاه رنگی و در آورد و به خودش عطر زد. صبح احساس می کردم حتی موهامم بوی عطرش رو میده. صبح تو اتاق من به خودت عطر زدی؟ یقه کتش رو مرتب کرد و گفت نه. چطور؟
دیروز چطور؟ به طرفم برگشت. موضوع چیه؟ شونه بالا انداختم و گفتم هیچی، فقط بعضی صبح اتاقم بوی تو رو میده. چند لحظه به صورتم خیره شد. انگار میخواست بدون شوخی کردم یا جدی حرف میزنم. بعد با صدا خندید. به آشپزخونه اومد و پشت میز نشست. با هم صبحونه بخوریم؟ بی ربط بودن سوالش در مقابل موضوع صحبتمون متعجبم کرد. میزو چیدم و مقابلش نشستم. خوابت خیلی سنگینه. میدونستم خواب سنگین و کوتاهی داشتم. کمتر چیزی میتونست منو از خواب بیدار کنه. ادامه داد: تا حالا کسی بهت گفته چقدر حس و حالت روی نحوه خوابیدنت تأثیر میذاره؟ یعنی چی؟ متوجه منظورت نمیشم. یعنی وقتی فکرت درگیره، وقتی ناراحتی به شدت تکون میخوری و وقتی آرومی مثل یه بچه میخوابی. گیج شده بودم. اینا چه ربطی به سوال من داشت؟ در ضمن اون این موضوع از کجا میدونست؟ 3 یا 4 سال قبل یه بار ترنم همچین چیزی به هم گفته بود. خب حالا میشه بفرمایید شما چقدر تو اتاق من رفت و آمد داشتید که متوجه این موضوع شدی؟ بی صدا خندید و گفت هفته اول واقعا کلافم کرده بودی. از تو اتاقت صداهای عجیب غریب می اومدم بالا سرت، انگار داشتی خواب می دیدی. مرتب تکون می خوردی و ناله می کردی. سعی کردم بیدارت کنم ولی نشد. چند هفته‌ایه که کشف کردم وقتی تو طول روز چیزی ذهنتو درگیر میکنه، اینطوری توی خواب ناراحتت میکنه و فهمیدم چطور آرومت کنم. حرفاش متعجبم کرده بود. بارها و بارها پیش اومده بود که از تخت به پایین بیفتم یا صبح با کبودی روی بازو و پاهام از خواب بیدار شم. اما این چیزایی که روزبه میگفت واقعا برام تازگی داشت. اون گفته بود میدونه چطور آروم میشم. پرسیدم چطور آرومم میکنی؟ فنجان چاییش رو میز گذاشت و گفت بغلت میکنم. 5 ثانیه طول کشید تا درک درستی از چیزی که گفته بود پیدا کردم. به چه حقی به خودت این اجازه رو دادی که چنین کاری بکنی؟ خیلی آروم و شمرده این حرف رو زدم. عصبانی بودم؟ نمیدونم. چند لحظه نگام کرد و بعد لبخندی روی لبش نشست. با همون حقی که تو به خودت اجازه میدی منو از اتاق خواب بیرون کنی، منم به خودم اجازه میدم هر وقت دلم خواست زنمو بغل بگیرم. اگه فرصتش پیش بیاد بازم این کارو میکنم. در ضمن اگه در اتاق تو شبا قفل کنی به خودم اجازه خیلی چیزای دیگر رو هم میدم. جا خوردم. انتظار شنیدنشو نداشتم. قاطع و محکم و آروم گفته بود که هر کاری بخواد انجام میده. برنامه جالبی براش داشتم. اون شب وقتی از خونه عمو جان برگشتیم شب خیر کوتاهی گفتم و به اتاق خوابم رفتم. میدونستم تا چند دقیقه دیگه برای برداشتن لباس راحتی برای خواب به اتاق میاد. لباس عوض کردم و رو تخت نشستم. کتابی به دست گرفتم و منتظر شدم. 10 دقیقه بعد چند ضربه آروم به در اتاق زد و وارد شد و لباس برداشت و بی هیچ کلام و نگاهی رفت. ساعتی بعد خیلی بی سر و صدا بلند شدم. تختم رو مرتب کردم و به اتاق میهمان رفتم. اوایل فکر میکردم شبا در اتاق میهمان میخوابه، ولی بعد متوجه شدم همیشه روی کاناپه سیاه داخل اتاق کارش شبا رو میگذرونه. در رو بستم و خوابیدم. دوست داشتم صبح چهرش رو با دیدن جای خالی ببینم. صبح که بیدار شدم توی اتاق بود. روی تنها صندلی گوشه اتاق نشسته بود و نگام میکرد. جا خوردم. برای رفتن آماده بود. کت و شلوار به تن داشت و پالتوی سیاهش به پشتی صندلی آویزون بود. صاف روی تخت نشستم. نفسش رو با صدا بیرون داد و از جا بلند شد. پالتو پوشید. کیفش رو برداشت و بی هیچ کلامی رفت. انگار فقط اومده بود تا بگه هستم.